سلام دوستان عزیز، حیدری هستم، مدرس مراقبت پوست. امروز میخوام دستگاه میکروکارنت رو براتون توضیح بدم که از جریان الکتریسیتی ضعیف استفاده میکنه برای انقباض پوست. در واقع جریان الکتریسیته وارد سلول های پوست میشه، پوست رو منقبض میکنه و سلول ها رو تحریک میکنه، باعث لیفت پوست و جوانسازی میشه. این دستگاه یک دستگاهی جایگزین بوتاکس و برای گونه گذاری صورت، لیفت گونه ها و در واقع بالا بردن ابروها استفاده میشه. دستگاه شامل 3 هندپیس هست، هندپیس بزرگتر و هندپیس ظریفتر برای قسمت های ظریف صورت و هندپیسی که در واقع میتونیم برای انقباض پشت ابروها و پاکسازی پوست حتی ازش استفاده کنیم. هندپیس ظریفتر میتونیم با استفاده از گوش واکن در واقع از این دستگاه استفاده کنیم که توی کار عملی نشونتون میدم. دستگاه شامل دکمه پروگرام هست که منوی شماست. میتونید از این قسمت تایم و لول و در واقع مود دستگاه رو انتخاب کنید. تایم دستگاه بر اساس قسمتی که شما میخواین، تایمی که انجام بدین، قسمتی که ظریفتر هست تایم کمتر و قسمت‌های ضخیم‌تر تایم بیشتر استفاده میشه که تایمو با دکمه‌های که فرش روش داره شما میتونید کم و زیاد کنید و تایمتون رو انتخاب کنید. لول دستگاه از 1 شروع میشه، 2 و 3 که برای قسمت‌های ظریف‌تر از لول 1 و قسمت‌های قوی‌تر از لول 3 استفاده میشه. قسمت بعدی مود دستگاه است که مود هم مثل لول برای قسمت‌های ظریف‌تر مود پایین‌تر و قسمت‌های ضخیم‌تر مود بالاتر استفاده میشه که 1 تا 3 هستش.